طاهر ضرور نیست که تو واس کنی بچه. اما اجازه نمیتم که امرای تو جنگ کنن. کاکا جان چرا جنگ کنه؟ من میفهمم که چه قسم با او گپ بزنم، تو فقط آرام باش. یعنی کاکا مصطفی میخواه مردگیر پدرم بده مادر؟ تا وقتی که مستم کسی جرأت نداره شما را به پدرت بده. چی میکنی بچه؟ کم بود که دروازه را مایده کنی. تو خو قسم یک آدم نبودی. بسیار میبخشی ملا صاحب، آمادیم دیوانه خانه ما را ببرم. من خو نمیتونم اینا را تسلیمت کنم. نه ملا صاحب، اجازه بده داخل بیایم، من خودم میبرمش. حالا خانهت برو بچم. ملا صاحب لطفاً، جان طاهر در خطر است. من با تشویش بیادرم هستم. پس او جان دختر بیچاره چطور؟ یعنی با تشویش او نیستی؟ از یک سو به خاطر بیادرم، از دیگه سو به خاطر او دختر که بیادرم در خطر انداخته. واضح است که مشکل ما چی است مولا؟ یعنی تو ایج دل رحم نداری داماد؟ به خاطری که شوهرش دختر بیچاره را در خانه قید کرده بود از دستش فرار کرده. مولا 8 سال شد، حالا یادش آمد. اگه عقل میداشت بدون نکاح در خانه آدم زندگی کرده، طفل کلان نمیکرد. حالا که بیادرم مرا دیده نیست سر جایش آمده. ما طاهره یک قسم کلان نکردیم، پشت یک زن گرفته هر سو که رفت دویده برم. مولا حق نداره با او زن نزدیک شوه، نباید این کار کنه. مصطفی بچم زودشو خانه برو. بیبی میفهمی که من سرت قار نمیشم، لطفا مرا گناهکار نساز. حالا سعی اسمیرم مولا، اگه چیز کار داشتین بگو. برات خبر میتم. زنده باشی مولا، و تگه دستم آج کنم. نفس خوب هستی؟ راست میگه، تو نباید به ما کمک کنی. ایره بافام لطفا. تنها چیزی که من میفهمم ای است که بیادرم نمیخواه به ما کمک کنه. حیران هستم تو چرا هیچ گپ گوش نمیکنی؟ اقا ور کردنت هیچ فایده نداره. بچهت گوش نشده. کاکا آسمان مواد سوپ دارین؟ نفس میخواه سوپ جور کنه، چایم دم میکنه. خدایا، من به تشویش جانت هستم، باز تو در قصه سوپ و چای ماندی؟ یه جانی مادر تو ور گپ میزنه. ور چی مانمت کاکا طاهر؟ ور یک رقم ورزش زنانه است شیر بچه. تو به خدا. حتما دیوانه زن کدام کار کرده، 100% دور جادو کرده. اگه نی بچه مای تو کارا را نمیکنه. اوشیار؟ ها و هم طاهر؟ ها طاهر ما دیگه کی؟ مادر جان فکر کنم تام دیوانه شدی. بی تربیه. آسیا هایی بسم الله مصطفی چی دیگه چی شو زن؟ خسارم طاهر و زنه در خانهش بود کده. نه چی میگی؟ برو بچه من زود کده بیار. بانین گپ بزنه. نظیره هم خبر داشته. نظیره؟ آها، من میرم که از دانشگاه گپ بگیرم. تو دیگه کجا میری آتش پرچه؟ و خورده کلم کار بشید اجل بره. اگه دلم سر تو خالی میکنم. آها اکت نظیره چی کار داشتن؟ طاهر حتما دست شکسته او زنه نشانش داده. کلا منطقه یک جای شده، با او زن کمک میکنن. مردکه کمه آرام باش، شکر بکش که فامیدیم صحتمند و جور است. آها شکر است. حالا دیگه مولا آسمان هم دست خدا کدش یکی کده. مر از لخک خانهش پیش نمان. دیگه امیاله برش سنگ بزد. فدت بود چی بود در بلایی که بود.
بگو بره خانه عثمان بیادن، زن و اولاد خودم ببره که بچه بیچاره ما بخیر خانه بیاید. خسته شدم بس است دیگه. آها نه با وداد زنگ بزن، با مرمیده شقیر زده بکشش. خوشو جان قسم گپ میزنی که تنها خودت میفهمی و بس. تو چو باش زن، گپ نزن. شریک جرم. مصطفی عقلت از دست دادی. ها از دست شما. حق داری، شوهرم هستی دیگه، حق داری قار شوی، خوب میکنی. موسیا مصطفی چند دقیقه امرای منیایی؟ من برات او گرم میکنم، بهتر است پیش از خواب کمه راحت شوی. من که عروس بودم شوهرم میگفت باید همیشه گپ مادرم باشه. حالا که خوشو شدیم بچیم گپ زنش گوش میکنه. من جزای کدام کارا میبینم او خدا؟ با مکارگریت میخوایی که مرا آرام کنی. میفهمم، اما او طاهر دیوانه است، دیوانه. من صبح وقت میرم امرای طاهر و پدرم گپ میزنم. تو آرام باش جانم. گفتی دکلای صبح میری اوزن؟ ها دیگه مصطفیم ای کار میکنم. بیا صبح وقت بیدار میشه. همیجاست میفهمم که از مقارسیم تو هم باید مرا درک کنی. دیگه چاره نداشتم. با خاطر گپ زدن نباید اسلحه میکشیدین. معذرت میخوایم واقعا، اما مام صاحب بچه هستم، به خاطر او مجبور شدم. در زندگیم اولین بار است که دیوانه مثل شما را میبینم. نباید کسی از این گپ خبر شود. اگر به پلیس خبر بتن باز دیوانگی من خواد دیدیم. اورهان جان یا قارت خانیش برسان، نا وقت شب از کدام بالای سرش نیه. بچه شما پا حالا بریم نجیب. صبر کن. شما خانم میخواین که عثمان و طاهر را بکشه، نامتون است؟ نه کاکا، دلتان جمع باشه خانمو، بچهش میگیریم و از اینجا میریم. چی میخواین؟ به خاطر نماز خواندن آمدیم. به ما جماعت نمیتین؟ نماز شام خب قضا شده. قضای خواندن نمیشه چطور؟ اگر وضو دارین داخل مسجد شوین. خانم ما بگوین که اوه وضو را آماده کنه. یک فکر بهتر دارم. همراه خونه طاهر وضو میگیرم. شما هم نماز جنازه شب باز بخورین ملاسه. کلا جایه بپاله. طاهر! بلند. اگر نگیریم به ای باز کارت خوره دوزو میکنم.
اوپا شیر بچه من. اینجا بسیار مقبول است. همونطور است، بسیار مقبول است. حالا بیا که بریم. Salut tout le monde, c'est Charles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réponds aux 5 questions les plus googlées à mon sujet depuis chez moi. طاهر مطمئن هستی اینجا امن است؟